لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك. حادثه‌ای که دیروز گذشت یک حادثه سنگین و ننگین و علم آوری بود که از جانب بعضی نوجوان مردها انجام یافت. اصل در شریعت اسلام انسانی خیانتکار، جنایتکار یا ساده تر گوییم انسانی تروریست دین و ملت ندارد. اینها را پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم بنده دینار و درهم میگوید. بنده یعنی خود فروخته که از روی پول و مال دنیا شده چی کارهایی را انجام میدهند. ببینید همین نفرها از روی یک پول ناچیز صدها نفر یعنی که به قتل رساندند، کشتند. البته این کارها در شریعت منع است و حرام است و نادرست است. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارکشون میفرمایند که من قتل معاهدا لم یرح رایحة الجنه. هر انسانی که یک نفر از عهد کرده شده ما را اگر بکشه، برای انسانی کشنده بوی جنت در دماغش نمیرسه، یعنی بوی جنت در دماغش احساس نمیکنه و روی جنت نمیبینه. چنین گناهی بزرگ است. کاری که این بیرحم ها و بی انصاف ها کردن، ببینید چقدر انسان های بیگناه کشتن و یک جامعه را ناآرام گذاشتن و یک قبیله، یک ملت را سرخم گرداندن. به این خاطر از بسیاری جوان ها خواهش دارم که به این یعنی گروه های بی عقیده، بی رویه و این شبکه های اجتماعی و هر نوع دعوت هایی که هستند از اینها یعنی گوش ناندازید، خودداری کنید، چون که بسیار خطر کلان دارد. ببین انسان های بی سواد گمراه میکنه و به چه راه های بد میبره. امروز به همگان معلوم است که شهر روسیه یعنی روز غم اعلان کردن. این روز غم اعلان کردن. ما هم که باشد زیاده از 20 سال می شود که در اینجا همکاری داریم و این مردم یعنی داد و گریفت داریم، کار میکنیم و نفقه اهل بیت عزیز تامین میکنیم. ما هم باشه امروز همدردی خودمون به تمام مردم روسیه و خاصتا با اون شخصیت هایی که یعنی عزیزاشون از دست دادن، اون شخصیت هایی که فرزند، همسر، برادر، شوهر، پدر عزیزها را دادن، همدردی خود را بیان میکنیم و دعاگو هستیم که پروردگار از این مصیبت های چقدر علم آور سنگین تمام روی عالم را و خاصتا ملت عزیز ما را در حفظ امانش نگه بدار. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. این یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.